نشر تصاویر تازه و غیر قابل باور فرزانه ناز در صفحات مجازی که هرگز باور نخواهید کرد. فرزانه ناز در دبی مصروف چیکار باره از گفتنی های تازه خانواده فرزانه ناز و نشر تصاویر فرزانه ناز با دوست پسرش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب دیدنی این کانال. برای حمایت بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب رو فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. فرزانه ناز دختر خانم موفق با استعداد و جوانی افغان و عاشقانه هنر موسیقی را از سن نوجوانی و پیش می بود، ولی فرزانه ناز دوست داشت دختر سینما شود، اما این زمانی فرزانه ناز نتوانست به این آرزویش برسد و بالاخره راه هنر موسیقی را در پیش گرفت و چندین آهنگ در کشور پاکستان ساخت. آهنگهایش به یک بارگی مورد حمایت خوبی افغانها قرار گرفت. فرزانه تا تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی قرار است در سینمای دبی هم آهنگهای خودش را به نشر برساند و در فیلم‌های کوتاه در دبی هم نقش ایفا کرده است. فرزانه با دوست پسر ایندیش کاملا رابطه‌اش را از هم جدا ساخته است، اما رفتار وی با مردان خارجی موج انتقادات را به همراه داشته است. اما فرزانه بارها تلاش کرده است گناهی وانمود کند که وی خانواده‌ای نداشته است. مادر فرزانه ناز وفات کرده است. فرزانه ناز در کشور دبی معلوم نیست توسط چه افرادی حمایت مالی می شود، ولی وی زندگی خوبی دارد. اما من آرزوی خوشبختی و موفقیت برای این دختر خانم دارم. دوستان نهایت ارجمند و گرامی کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، هر یک از شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما را برای من امانت گذاشتم. موفق کامیاب باشید.